اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان آید به تحکیم دوستی و نکو همسایگی. با دعوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روزهای 9-10 مارس سال 2018 سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به جمهوری تاجیکستان انجام پذیرفت. در رفت ملاقات و مذاکرات ثمربخش که در فضای دوستانه و سازنده صورت گرفتند، سران دولت‌ها مسئله‌های کلیدی وضع امروزه مناسبت‌ها میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، دورنمای توسعه منبعده و تعمیق همکاری‌های گوناگون جنبه دوجانبه را در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، نقلیاتی و کمیونیکاسیونی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌ها، اینچنین مسئله‌های مبرم منطقوی و بین‌المللی قابل توجه طرفین را محاکمه نمودند. سران دولت‌ها سطح بلند مکالمه بین دولتی را که در سالهای اخیر به دست آمده است، اینچنین تمایل مثبت رشد همکاری‌ها را بین دو کشور با قناعتمندی تاکید نموده، با در نظر داشت عمومیت‌های چندین عصره تاریخی و فرهنگی مردمان دو کشور که با پرینسیپ‌های استوار دوستی، نکو همسایگی و احترام همدیگر اساس می‌یابند، با اعتقاد بر آنند که همکاری‌های سازنده و متقابلا سودمند بین تاجیکستان و ازبکستان جوابگوی منفعت‌های درازمدت مردمان دو کشور بوده، اینچنین عامل کلیدی تأمین صلح، ثبات، امنیت و رشد استوار در پهنای منطقه آسیای مرکزی میباشند. بار دیگر جانبداری خود را نسبت به پرینسیپ‌ها و معیارهای عمومی اعتراف شده حقوق بین المللی، اینچنین هدف‌ها و پرینسیپ‌های آیین‌نامه سازمان ملل متحد از جمله احترام متقابل استقلالیت، صاحب اختیاری، تمامیت ارضی، دخل ناپذیری مرزها، عدم دخالت به کارهای داخلی، برابری و منفعت متقابله تاکید نموده، با هدف توسعه و تعمیق منبعده مناسبت‌ها بین تاجیکستان و ازبکستان، تأمین تطبیق سریع و پوره موافقه‌های حاصل شده اعلام داشتند. یکم، سران دولت‌ها با درک عمیق مسئولیت بلند خود جهت حفظ و تحکیم صلح و ثبات، تأمین رشد و شکوفایی تمام منطقه، مقررات عهدنامه دوستی ابدی را بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان از 15 ایون سال 2000 به راهبری گرفته، عزم استوار خود را جهت رشد و تحکیم منبعده همه‌جانبه مناسبت‌های عنعنوی دوستی، نکو همسایگی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان تاکید می‌نمایند. سران دولت‌ها اعتقاد خود را بر آن بیان نمودند که عهدنامه آید به قطعه‌های علاهیده سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان که در رفت سفر به امضا رسید خدمتگزار خواهد بود. سران دولت‌ها اهمیت مبادل گردیدن سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را به سرحد دوستی، نکو همسایگی و همکاری که جوابگوی منفعت‌های حیاتاً مهم مردمان دو کشوری برادر میباشد تاکید نمودند. دوم، طرف‌ها به اهمیت مکالمه سازنده سیاسی جهت توسعه با مرام مناسبت‌ها بین دو دولت اشاره نموده، ضرورت گسترش منبعده رابطه‌ها را در سطح عالی، بلند و دیگر سطح‌ها اعلام داشتند. پرزیدنت‌ها با مقصد گسترش منبعده اساس‌های حقوقی همکاری‌های درازمدت و تطبیق همه‌جانبه اقتدارهای موجوده فراخ در همه سمت‌های همکاری‌ها جهت تهیه عهدنامه آید به شریکی استراتژی بین دو کشور به موافقه رسیدند. سوم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دستگیری خود را نسبت به اصلاحات بزرگ حجمی که پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در ازبکستان راه اندازی کرده است و آن به تحکیم اقتدارهای کشور، رشد اقتصادی ملی، بلند برداشتن نیکو احوالی مردم و تحکیم اعتبار بین المللی آن کشور روانه گردیده است اظهار نمود. راهبریت جمهوری تاجیکستان دستگیری خود را نسبت به تشبس‌های جمهوری ازبکستان آید به فعالگردانی همکاری‌های منطقوی، خصوصاً آید به تشکیل ملاقات‌های مشورتی منتظم سران کشورهای آسیای مرکزی اظهار نمود. چهارم، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف دستگیری خود را نسبت به کوشش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان و تحکیم امنیت منطقوی اظهار کرد. راهبریت جمهوری ازبکستان پشتیبانی خود را نسبت به تشبس‌های تاجیکستان آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بیان نمود. پنجم،
президент‌ها خصلت استراتژی داشتن توسعه منبع‌های متقابلا سودمند همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را تاکید نمودند. طرف‌ها با قناعتمندی تمایل مثبت سودای متقابل مشاهده شونده را قید نموده، موجود بودن اقتدار بزرگ را برای دیورسیفیکاسیون نومنکلاتورای گردش سودای دو جانبه و برداشتن حجم‌های آن تا 500 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا در سالهای نزدیک تاکید نمودند. در این رابطه طرف‌ها اهمیت توسعه منبع‌های نومنکلاتورای سودای متقابل را تاکید نمودند. طرف‌ها اقتدار بزرگ را جهت گسترش کاپراسیون صنعتی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و خانه‌های سودا، رشد فعال اینفراستراکچور سودای بیرونه و وسیله‌های دستگیری عملیات صادراتی و وارداتی، اینچنین متقابلا برگزار نمودن انجمن صاحبکاران و نمایشگاه‌های ملی محصولات صنعتی را قید نمودند. طرف‌ها کوشش‌های مشترک را جهت جلب و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد هر دو کشور به خرج می‌دهند. در این راستا سران دولت‌ها با امضا رسیدن سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان اید به تشویق و حفظ متقابل سرمایه‌گذاری‌ها را استقبال می‌نمایند. طرف‌ها برگزاری با موفقیت نمایشگاه‌های ملی و انجمن‌های صاحبکاری را در سال 2017 در شهرهای دوشنبه و تاشکند که آن به توسعه رابطه‌ها بین دایره‌های صاحبکاری و امضای بسته بزرگ حجم عهدنامه و شرطنامه‌های تجارتی مساعدت نموده است قید کردند. نمایشگاه استحصال ازبکستان و انجمن مشترک صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان که در شهر دوشنبه در حاشیه سفری سطح عالی تنظیم گردیده بودند بلند ارزیابی گشتند. سران دو دولت نتیجه های پنجمین جلسه کمیسیون بین حکومتی اید به مسئله های تجارتی و اقتصادی را که 10 ژانویه سال 2018 در شهر دوشنبه برگزار گردید مثبت ارزیابی نموده، ضرورت تقویت منبع‌های نقش آن همچون وسیله ثمره بخش حل مجموعه تمام مسئله های گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری، اینچنین معین نمودن سمت های نوی آینده داری همکاری ها را تاکید نمودند. جانب ها ضرورت توسعه و تعمیق رابطه ها را بین منطقه های دو دولت در ساحه‌های تجارتی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی گومانیتری بر اساس سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره همکاری بین منطقوی که در دایره سفری مذکور به امضا رسید قید نمودند. ششم، سران دولت‌ها با تاکید اهمیت خاصه تطبیق همه‌جانبه مجموع امکانات نقلیاتی، کمیونیکاسیونی و اقتدارهای ترانزیتی دو کشور به مقامات داخل‌دار دستور دادند که همکاری‌ها را در ساحه علاقه نقلیاتی فعال گردانند و مسئله‌های برقرار نمودن مسیرهای موجوده و تحریزی مسیرهای نوی ترانزیتی اتومبیلی، راه آهن، اویاسیونی را مورد بررسی قرار دهند. پرزیدنت‌ها با قناعتمندی زیاد افتتاح خط سیر هوایی مستقیم را بین دوشنبه و تاشکند در ماه اپریل سال 2017 تاکید نمودند. طرف‌ها قید نمودند که برقرار کردن مسیرهای قبلی و افتتاح مسیرهای نوی اتومبیلی، راه آهن و اویاسیونی بین شهرهای دو کشور به فعالگردانی مناسبت‌های فرهنگی و گومانیتری و تجارتی و اقتصادی بین تاجیکستان و ازبکستان مساعدت می‌کند. قید گردید که همکاری‌های منبعده جهت تشکل طرف‌های رقابت‌پذیر برای انتقال بارهای تجارتی بیرونه با اشتراک راه‌های آهن جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان امکان تامین بارکشانی ثمره بخش را توسط دالان‌های نقلیاتی عمل کننده فراهم می‌آورد. در این راستا سران دو دولت برقرار شدن علاقه راه آهن را در قطعه غلبه اموزنگ استقبال می‌نمایند. هفتم، راهبران هر دو دولت خصوصیت افضلیت‌ناک همکاری‌ها را در ساحه فرهنگی و گومانیتری، رشد رابطه‌های مستقیم و تبادل تجربه بین مؤسسه‌های علمی و تعلیمی، واسطه‌های اخبار عامه، اتحادیه‌های ایجادی و ورزشی، تشکیلات‌های جوانان و بانوان، اتفاق‌های کسبه و دیگر نهادهای جامعه شهروندی تاکید نمودند. سران دولت‌ها برگزاری موفقانه روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان را در جمهوری تاجیکستان، اینچنین جمهوری تاجیکستان را در جمهوری ازبکستان در سال 2017 بلند ارزیابی نمودند. سران دولت‌ها اهمیت توسعه همکاری‌ها را در ساحه معارف و علم از جمله توسط گسترش همکاری‌ها بین مؤسسه‌های تحصیلات عالی و اکادمیاهای علم‌های دو کشور قید نمودند. طرف‌ها جهت ایجاد شرایط مناسب
در ساحه تیار نمودن کادرهای علمی و آموزگاری، تبادل پژوهشگران، متخصصان، کادرهای پروفسوری آموزگاری و دانشجویان، اینچنین مبادله معلومات اوید به اعتراف متقابله سندها دایر به تخصص، کوالیفیکاسیا و عنوانهای علمی همکاری می‌نمایند. هشتم، طرف‌ها من بعد نیز برای فعالیت مرکزهای ملی فرهنگی در قلمرو دو دولت با مقصد حفظ و رشد زبان مادری، فرهنگ و رسم و عنعنه‌ها شرایط مساعد را فراهم آورده، جهت تأمین حقوق و منفعت‌های شهروندان یک دولت که در قلمرو دولتی دیگر قرار دارند چراندیشی خواهند کرد. پرزیدنت‌های دو کشور مسئله‌های تکمیل آموزش و تعلیم زبان ازبکی در تاجیکستان و زبان تاجیکی در ازبکستان، توسعه شبکه مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با آموزش زبان‌های تاجیکی و ازبکی، راه‌اندازی همکاری‌ها جهت تبادل ادبیات تعلیمی و بدیعی، نشریه‌های دوری و انتشارات علمی، مساعدت در ترجمه آثار کلاسیکان و مؤلفان معاصر دو کشور را مورد توجه مخصوص قرار می‌دهند. جانب تاجیکستان بنیاد مجسمه نمایندگان برجسته مردمان دو کشور عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی، اینچنین ترمیم و تجدید آثارخانه صدرالدین عینی را در شهر سمرقند استقبال نمود. جانب ازبکستان در نوبت خود تصمیم حکومت جمهوری تاجیکستان را اوید به بنیاد باغ در شهر دوشنبه و گذاشتن مجسمه عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی در آن استقبال نمود. نهم، طرف‌ها برقرار نمودن فعالیت گذرگاه‌های سرحدی را در سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان استقبال نموده تاکید کردند که فعالیت پوره همه گذرگاه‌های سرحدی به منفعت مردمان هر دو کشور خدمت می‌کند و شرایط مساعد را جهت گسترش منبع مناسبت‌های دو جانبه فراهم می‌آورد. سران دولت‌ها با قناعتمندی قید نمودند که جاری نمودن نظام بدون روادید برای سفرهای متقابله شهروندان دو کشور به مدت تا 30 روز به تحکیم رابطه‌ها میان مردمان تاجیکستان و ازبکستان سهمگذار خواهد بود. دهم، پرزیدنت‌ها آمادگی خویش را جهت تحکیم همکاری در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی، تجارت غیرقانونی اسلحه، پهنشوی یراق قتل عام، مهاجرت غیرقانونی و دیگر چالش و تهدیدهای منطقوی و بین المللی هم در صیغه دو جانبه و هم در صیغه بین المللی، اینچنین منع راه اندازی فعالیت ضد قانونی که بر ضد منفعت‌های امنیت ملی طرف‌ها در قلمرو خود روانه شده است تاکید نمودند. با این مقصد تمام چاره‌های ضروری جهت تکمیل همکاری‌ها توسط برگزار نمودن مشورت‌های مقامات دخلدار تاجیکستان و ازبکستان اندیشیده خواهند شد. 11، سران دو دولت آمادگی خود را جهت گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های حربی و حربی تکنیکی، اینچنین در ساحه تحصیلات حربی بر اساس ظرفیت‌های متقابلا سودمند تاکید نمودند. 12، پرزیدنت‌ها تأسیس گروه کاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان را اوید به ضررسازی قطعه‌های مانع‌های مهندسی در منطقه‌های نزدیک سرحدی دو کشور استقبال نموده ضرورت انجام این کارها را در سال‌های 2018-2019 قید نمودند. 13، پرزیدنت‌ها اهمیت تعمیق و توسعه عملی همکاری‌ها و تطبیق چاره‌بینی‌های مشخص در ساحه پیشگیری و برطرف‌سازی حالت‌های فوق‌العاده را قید نمودند. 14، طرف‌ها همسان یا نزدیک بودن موقع‌گیری‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را نسبت به مسائل مبرم تأمین صلح، ثبات، امنیت و رشد استوار آسیای مرکزی تاکید نمودند. سران دولت‌ها تاکید نمودند که حل تمام مسائل داخلی منطقوی آسیای مرکزی می‌تواند و باید تنها از جانب خود دولت‌های منطقه توسط مکالمه آزاد و سازنده بر اساس پرینسیپ‌های برابر حقوقی، منافع متقابله، احترام و به اعتبارگیری منفعت‌های همدیگر صورت گیرد. 15، پرزیدنت‌ها تاکید کردند که یکی از عامل‌های کلیدی بهبودی در آسیای مرکزی استفاده همگرایانه ذخیره‌های آبی انرژتیکی با نظرداشت منفعت‌های همه دولت‌های منطقه میباشد. اهمیت مکالمه آزاد، تحکیم یکدیگر فهمی و گسترش همکاری‌های سازنده، دریافت راه‌حل‌های عادلانه و عاقلانه مورد پذیرش طرف‌ها قید گردید. جانب‌ها هوسمندی متقابله را راجع به رشد شریکی منطقوی در استفاده عاقلانه و عادلانه ذخیره‌های آبی اظهار نمودند
و اهمیت انشاءات‌های هیدروانرژتیکی موجوده و بنیادشونده آسیای مرکزی را در حل مسئله‌های آبی انرژتیکی تاکید نمودند. در رابطه با این، جانب ازبکستان آمادگی خود را جهت بررسی همه‌جانبه امکانیت اشتراک در بنیاد انشاءات‌های هیدروانرژتیکی در جمهوری تاجیکستان از جمله نیروگاه برق آبی راغون با در نظر داشت رعایت معیار و استانداردهای بین‌المللی بنیاد چنین انشاءات اظهار نمود. سران دولت‌ها ضرورت تکمیل وسیله‌های حقوقی استفاده همگرایانه و ثمربخش ذخیره‌های آبی فرامرزی آسیای مرکزی را که برای راه اندازی نمودن مکالمه سازنده با در نظر داشت منافع همه دولت‌های منطقه سهمگزار میباشد تاکید نمودند. طرف‌ها برگزار نمودن انجمن بین‌المللی محیط زیستی آسیای مرکزی شهر تاشکند 5-8 یونیو سال 2018 و کنفرانس بین‌المللی سطح بلند را اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 شهر دوشنبه 20-22 یونیو سال 2018 استقبال می‌نمایند. 16 پرزیدنت‌ها متفق بر آنند که در امور بین‌المللی حل تمام نزاع و اختلاف نظر تنها با راه سیاسی توسط گفت و شنیدها و دیگر ابزار مسالمت‌آمیز امکان پذیر است. طرف‌ها موجود بودن اقتدار واقعی را جهت ادامه و تحکیم همکاری‌های دو جانبه در صحنه بین‌المللی قید کرده، سعی متقابله را جهت گسترش منبع همکاری‌های تاجیکستان و ازبکستان در حاشیه سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، اینچنین دیگر سازمان‌های بین‌المللی اظهار نمودند. پرزیدنت‌ها متفق بر آنند که سازمان ملل متحد همچون ساختار بین‌المللی پیشرفت و فراگیر به حفظ امنیت جهانی مساعدت نموده، صحنه اساسی حل مسئله‌های بین دولتی و بین‌المللی باقی می‌ماند. طرف‌ها جانبداری خویش را جهت تحکیم نقش مرکزی هماهنگسازی این نهاد در مناسبت‌های بین‌المللی تاکید نمودند. طرف‌ها برگزار نمودن کنفرانس بین‌المللی سطح بلند را اوید به افغانستان، روند صلح، همکاری در ساحه امنیت و همکاری‌های منطقوی شهر تاشکند 26-27 مارس سال 2018 و کنفرانس بین‌المللی سطح بلند را اوید به مسئله‌های مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تندگرایی شهر دوشنبه 3-4 می سال 2018 استقبال می‌نمایند. جانب تاجیکستان تشبث جانب ازبکستان را اوید به تهیه و پیشبرد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اوید به تامین صلح، ثبات و رشد استوار در منطقه آسیای مرکزی و معارف پروری و تحمل پذیری دینی، اینچنین کنونسیای سازمان ملل متحد اوید به حقوق‌های جوانان را پشتیبانی نمود. جانب‌ها با در نظر داشت رئیسی تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2018 هوسمندی متقابله را اوید به استفاده ثمراناکتر ابزارهای اتحاد جهت تبدیل آن به صحنه فعال گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند اظهار داشتند. جانب ازبکستان تشبث جانب تاجیکستان را اوید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پشتیبانی نمود. با جانب تاجیکستان جهت پشتیبانی تشبث‌های جانب ازبکستان اوید به برگزار نمودن واخوری‌های منتظم راهبران اداره‌های راه آهن کشورهای سازمان همکاری شانگهای و قبول مراجعت مشترک سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با جوانان منتداری بیان کرده شد. پرزیدنت‌ها همکاری‌های سازنده دو کشور را در دایره سازمان همکاری اسلامی بلند ارزیابی نمودند. جانب تاجیکستان پیشنهاد جانب ازبکستان را اوید به برگزار نمودن دومین واخوری سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی دایر به علم و تکنولوژی در سال 2020 در ازبکستان پشتیبانی نمود. 17 سران دولت‌ها جانبداری اجرای سریوقتی و با انصافانه سندهای دو جانبه را که میان طرف‌ها به امضا رسیدند بیان نموده به مقصد موافق بودن تکمیل و توسعه منبع زمینه شرطنامه‌ای حقوقی را جهت فعال گردانیدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در ساحه‌های مورد توجه اظهار داشتند. جانب‌ها از نتیجه‌های سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف قناعتمندی اظهار نموده تاکید کردند که گفت و شنیدهای برگزار شده و سندهای ضمن سفر به امضا رسیده با گسترش منبع همکاری‌های متقابلا سودمند دو جانبه در ساحه‌های گوناگون تکان نو می‌بخشند.
инчунин ба таъмиқи ҳамаҷонибаи муносибатҳои байни давлатӣ саҳми арзанда мегузоранд. 18. Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва кулли мардуми тоҷик барои пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ ва дӯстона нисбат ба ӯ ва аъзои ҳайати Ӯзбекистон миннатдорӣ изҳор намуд ва аз Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон даъват ба амал овард ки бо сафари ҷавобии давлатӣ ба Ӯзбекистон ташриф орад. замони мушаххаси сафар тавассути роҳҳои дипломатӣ мувофиқа хоҳад гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев.